صحنه را گرم سازیم، با شوخی دل را نرم سازیم. در این سالی روزی سیاهی و هنرهای مردمی، بیار چای را، ریز چای را برای دوستان. بیار چای را، ریز چای را برای مخلصان، برای مخلصان. براحت باشید ای دوستان، ما در خدمت شمایان. سرود و لطیفه خوانیم مایان از دل و جان. گیرید چای را، نوشید چای را در چای خانه ظریفان. گیرید چای را، نوشید چای را در چای خانه ظریفان، در چای خانه ظریفان. استاد مانده شدم، برای بسیار مانده شدم. چای بهترین. من چای خودم بهترین. چای بهترین. من چشیدم ملکه. چای نغز، چای نغز. کس به خوردنش زیر نمی کند. باور کنید. خوش آمدید مهمانان با چایخانه ظریفان. اگر تمام نعمت‌های دنیا از بین برود، به شرطی که زن مادر در صحنه هستی باشد، زندگی باز هم قابل تحمل است. سلام بینندگان عزتمند، نشر ادانه نمایش تلویزیونی چایخانه ظریفان را پیشنهاد از اداره جوانی، ورزش و سیاحت تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. مهمانان دعوت کرده ما دارای کسب و کار گوناگون هستند و می‌خواهم که صحبت را آغاز کرده باشیم از هنرپیشه تئاتر و سینما مولانا نجمی‌دین. خوش آمدید. یک قسم بزنید. خوش آمدید معلم. خوش آمدم. چای گیرید معلم. سلامت باشید. خب ببینید، شما در برابر آنی که هنرپیشه تئاتر و سینما هستید، زن هستید، مادر هستید. می‌خوام یک سوال خیلی ساده ولی در خود معنی‌های ژرف‌تر را واقع داشته را به شما پیشنهاد کرده باشم. روز 8 مارس همه ساله همچون عید بانوان جشن گرفته می شود. خب از نگاه شما باید که همین روز چگونه باشد؟ اصلا من فکر میکنم که نه اینکه یک 8 مارس و همین روز رو ما از همین عید بانوان، عید مادران میخواهم ببینم که زنان ما همه وقت خوشحال باشند، همه وقت خرسند باشند و هیچ گونه نمیخوام که خنده از لبان مادران کنده باشد. وقتی خدا تن آفرید از برگ گل زن آفرید. زن چقدر نازک است و میخوام که خنده همیشه در لبانشان هویدا باشد. بهترین اقدام میگویند که خانه آراسته کسی را خوشبخت نمی کند، روح آراسته زن مادر است که خانه را جای خوشبختی میگردد. میخوام این لحظه برای شما در سیمای شما، برای تمام تماشابینانی که ما رو این لحظه تماشا دارند، سرود مادر را در اجرای ظریفان ما پیشنهاد کرده باشیم. مرحمت استقبال بگیرید. سرود مادر. قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلب زیبایی تو میشم مادری من. ما قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلب زیبایی تو میشم مادری من. اگر یک شب زی من پیغام نداری، تو شب آرام نداری. اگر یک شب زی من پیغام نداری،
تو شب آرام نداری. ما قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلب زیبایی تو میشم مادری من. ما قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلب زیبایی تو میشم مادری من. با من گوی نیا نوبخت بخانه، کنم صدها بهانه. با من گوی نیا نوبخت بخانه، کنم صدها بهانه. خوش از خود باوری های تو میشم مادری من. با قربانی سر و پای تو میشم مادری من. خوش از خود باوری های تو میشم مادری من. با قربانی سر و پای تو میشم مادری من. مرا هرگز مده تو نازی بسیار، که من نیستم سزاوار. مرا هرگز مده تو نازی بسیار، که من نیستم سزاوار. ما قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلب زیبایی تو میشم مادری من. ما قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلب زیبایی تو میشم مادری من، فدای قلب زیبایی تو میشم مادری من. غلام قانون بودن خوب است یا اینکه نه؟ خب بیاید ژرفتر اگر به این سوال نظر اندازیم از مهمون نوبتی پرسون میشیم. خب حکیم رو پیش از مرگ پرسیدند که شیرین ترین حرف به کامند از دنیا چی ماند؟ حکیم توقف کرد، اندیشه کرد و مادر گفت. عزیز، چون آن شوخی که شما میخواهید به جشن مادر، به روز مادران، برای این مادرانی که امروز در چایخانه شما اشتراک دارند و در سیمای آنها تمام مادرانی که ما رو تماشا میکنند، خب حرفای ظریفانه خود رو میگوید. همچنین در نمایش ماه در چایخانه ظریفانه شما خب بیبی جان های عزیز اشتراک دارند که میخواهیم که با شما آنها رو به این چایخانه خوش آمدید بگوییم. خوش آمدید. عیدتون مبارک شود. چای گیره مرامت، چای گیره. خب بیبی جان های عزیز، بگویید که سالهای طولانی شما برای مردم با سرودهای خود، با آهنگهای خود فرح و شادی میارید. خب بیاید به خاطره ها غوطه میزنیم و از شما پرسان میشویم که سرودهای اول مادرانه خود رو در خاطر دارید؟ مادرم حتی در سن 100 سالگیشون زمزمه می نمودن سرودی رو و به خاطرم میآید سرودی که مادرم میخوندن. گلمای گلمای تازه برگی، گلمای 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 تازه برگی، گلمای علماش در دلمای کجکاش در برمای، علماش در دلمای کجکاش در برمای.
های من شیشته بودم ایده که قربان آمد های بلبل بسری نودهی بادام آمد های بلبل بسری بادام بیریشون نتند های هر کس بری یاری به وفا جان نکند گل مای تازه برگی گل مای تازه برگی گل مای علماش در دل مای کجا کاش در بر مای. در خاطر دارم که وقتی خوردک بودم مادرم سرودی رخت از دل برد غم را بیا لیلا نثارت می کنم جان را بیا لیلا نگاری نازنینی من مهینم در جبین من ربودی عقل هوشی مرا بیا لیلا سلامت باشم. وقتی که زن مادر می شود به کمال می رسد گاهی از آوان جوانی از آوان نورسی یاد می کند، خاطره ها رو جلوه می کند. می خواهیم صحنه رو در اجرای ظریفان ما به شما پیشنهاد کرده باشیم که محتوای همین موضوع است. هی نوروزه به نو بهار هی کی می بینمه هی گلها را به صد قطار هی کی می بینمه بچم کجا شده باشه. ای آچه جان یک تای بچمون یک تای کشمه دی بچم نکشک. ای آچه ناخورده و نادیده جان بیا بچه بیا بچه دی ای بچم آچه نکشک. ناخورده و نادیده جانه وکد الخچه او چای نو خورده و نادیده جان ای خورده نوی که او چایت کرده ای دیده نوی که او چایت کرده بشینی جا دو تا الخچه کنمک من چنی ترزگی جان نداشتم که نمیدانستم و نمیخوردم و نمیخوردم. ای آچه کنده ای بچم نکشه ای بچه که خشرو یک تا بچه دارومه میدونی چی؟ گله بم نواد یک نه با شما رو چه بم نواد اولا از نام خود و از نام پدرم که در شهر مسکو است 20 سال شما رو ندیده است، شما رو با روز مادران روز 8 مارس تبریک و تهنیت گفتم. با شما تمام خوشی‌های زندگی رو تمنا دارم. این گل برای شما. رحمت فرزند چه شده جان؟ گیره نکنه. بسیار نصیب من 20 سال چه کده؟ چینه بچم ها حالا تاکنه با دیگه خیلی تبریک میکن. خیلی گلگیره با اوتام که اومد شما رو با تبریک میکنه اوچه. خیلی اوچه جان تبریک. من 8 مارس روز مادران تبریک میکنیم. میدونه چی اوچه؟ رحمت بچم با یک خلاصه اومدم. خوش اکو مرا زن نمیتی؟ تا بچه ای ویایه او بچم تخته در آینه نگو کدی او چو کدم؟ او آدم کمتر او دوبونه میپرسه نخور روی رست با چشمونی من نظر کرده همین گپت گویی ها؟ نخیر که اوچه که غیرت کنه همسیفای ما من صاحب 2 فرزند اکش ما غیرت کنه مرا زن نمیتی اوخی اومدم 24-25 رفتیم. چی گفته اوچه؟ که بچم پرابلمو بسوره حالی غمم نکی پرابلمو بسوره بچم هم پرابلمو را که همه شب کردم انا مخدوم دا بچم زن میکنم دایی بچم نبکشه دایی بچه خروی دروزی. رحمت اوچه رحمت. بعد اوچه در توی ما شما گفته سرود میخونم رقص میکنم کو بچم برای تو همه کوره میکنم. بعد چه سرود میخونه اوچه؟ اکر دوره جوانیم دم کرد سرودوی میخوندیم گونه هم همین قدی سرود بودم باور که جوانی رقص میگذرون این رقصایی من میکردم که این سرودهایی که من میخوندم بچم بیا روزو رو بیادم نیاد بچم. نخیات خونه اوچه جان کو یات خونه
یک تا خونه من 25 رفتم حالی ندیدم سرودخوانی شما را رقص شما را یک تا خونه ای بچه‌م میخونم. ده همین روزی ایتان یک تا خونه اوچه جان گلی شما دستی مادم مثل شما یک تا سرایه کنی گیری وندد را انتظارم تو بیا به خانه من وندد را انتظارم تو بیا به خانه من طاقت دوری ندارم یاری پر بهانه من تو نصیب کارم بازای فیضی بهارم دل ساده شده شد چی کنم چرا ندارم عاقبت بدامیش مگریفتار شدم عاقبت بدامیش مگریفتار شدم با غم و رنج و بلا شب و روز خار شدم زار شدم ای بچم اینم خلیل ویهورا میخونم بسیار سرودای نغمه ای اوچه جان این که آواز شما شیرین بوده من نفهمیدم با فکرم رقص کردن هم میتونه ها انا بچم وزیر ما برای تو یک کلینی افتادیم اووزی بای همین قشیری نکی همی اووزی که وقتی بای میخونه شیره داره وقتی او میخوره ای قرتکش میگذره انا حوزی هم خونه همسویوده همه دگونای من جمع شده انا همونجا میریم من رقص بازی میکنم و تو دختر انتخاب میشه بچم میشه اوچه جان دایی میشه بچم نکشه پیش درو که بچم نکنه رقص میکنه رقص میکنم من نخو برای بچه خودم یا رقص نکنم حوزی من ای همین دگونام یک خویش میکنم که یک دویره باز میگیرم انا من برای فرزندی خودم یک تا رقص میکنم مالش اوچه جان مالش کنی خاله جانو یا همجا نوازه بشی خوشو تماشا من که اینجا بچم تماشا کنم بچم تماشا که او چای نو دیده و نو دیدم نگی بو انم که یا رقص کنه کنی گیره خاله جانو گیره کنی اپای قمریه دگونه جون دتم نبکشه که ده خاکی پاد من نبکشه یک سرودک بخون که همین بچم میگه که او چه رقصوی ترا من یک بینم دلش تو قد نداره یک طبیعی بچم خستم رقصا بدهیو انا بچم با میگی که رقص کردن دید گناه من همش رقصن انا دگونه جانو شما به حضور بشینین ایروز ایدی خمونه به حضور ایده قایق کنین انا که من برم ایده همو کلین گفتگی من نشون تشکر ادمی توی شبه موجه یک سر دو سر کلمه من حتما شما را دعوت میکنم با زیغ نشین بیما زیغ نشین دگونو بیما زیغ میشن و شما به حضور باشین دگونو پیش بدرو بچم پیش بدرو کنی کلین نشون پیش بدرو
میدونید امروز در فضای جمهوری تاجیکستان یک قانون خیلی سر وقتی قبول شده است که از اون نام میبرند مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند. خب همین تعلیم و تربیت فرزند تا کجا، تا به کدام حد به ذمه پدر و مادر گذاشته می شود، به ذمه جامعه گذاشته می شود، به جامعه به ذمه عامه گذاشته می شود، سوالی است که مطرح را می خواهد. خب در برنامه ما معلمه عزیز از مکتب مخصوص جمهوری اشتراک دارد که میخواهم برای شما و برای تماشابینانی که این لحظه ما رو تماشا میکنند سوال رو مربوط به این پیشنهاد کرده باشم. موافق هستید؟ چرا نه؟ تاجینیسا مدامینова، سرمربی مکتب مخصوص جمهوری. مکتب مخصوص. خب معلم عزیز، قبلا خوش آمدید بچه خانه ظریفان و از شما پرسیدن میخواهم که فضای مکتب و معارف، فضای طفلانی که در دبستان شما سبق می‌آموزند چگونه است؟ در مکتب از روی نقشه کار میکنیم، از روی رجای روز کار میکنیم. اونو در مکتب ما تعلیم و تربیه بر راه مانده شده است. در مکتب ما از درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند ما استفاده برده درس رو میگذرانیم. آگه دل مرا تم سکارا سلامت باشند، صداتون خسته نباشد. خب دوستان عزیز، ببینید که در دنیا بعضا اشیاءها، بعضا اشیا و افزاری که در زندگی موجود است از جانب بعضا هنرمندان تقلید کرده می شود. خب چون امروز ما امکانیت داریم که از مولانا نجمیدین، هنرپیشه تئاتر و سینما، همین سوال رو مطرح کرده باشیم. خب مولانا بانو، شما نسبت تقلید کردن چه اندیشه دارید؟ هر نفری که هر فردی که پسندت میگردد، هنرش پسندت میگردد، همون نفر تقلید میکنی. یعنی که هنری والای اون قدر میکنی، تقلید میکنی. و فکر میکنم که تقلید کردن این یک هنر است. نه هر نفر میتواند تقلید کرده. و بگذار که باشند، من خیلی میخواستم که یگان نفری پیدا شود و من تقلید کنه. خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی زیاد چند سال شد که این انتظارم، اما یگان نفر در یگان برنامه تلویزیونی، در یگان محفل ظریفان شد، همین قدر و نگاه کردم نه و فکرم که من راهی گشتگیم، کاری میکردگیم، سراپا همش تقلید است. انتظارم در نمایش‌های نوبتی، نشرهای نوبتی چایخانه ظریفان حتما از جانب ظریفان ما از هنر شما تقلید کرده می شود. خب تماشابینان عزتمند، با فرجام می رسد برنامه امروزه ما و مادران عزیز، یک بار دیگر باز شما را با روز عیدتان تبریک میگویم و شما را باز میگویم خوش آمدید به چایخانه مایان. با چایخانه ظریفان بیمانید تا برنامه دیگری چایخانه ظریفان بیمانید. دوامش تا برنامه های دیگر با چایخانه ظریفان بیماند، با چایخانه ظریفان بیماند. جان در واقع با پایان میرسد نمایش عیدانه تلویزیونی چایخانه ظریفان. با شما بودم کرامت الله محیدین و بانوان عزیز، مادران گرامی، باز هم عیدتان مبارک. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشید.